تاوان در واقع داستان یک عشق نافرجامه که نشون میده شما با یه دروغ و تهمت احمقانه چطور میتونید در زندگی اطرافیانتون تأثیر بذارید. این فیلم در مورد رابطه عاشقانه رابی و سیسیلیا هست. رابی که پسر خدمتکار خانواده تالیس از خاندان ثروتمند هست، عاشق سیسیلیا میشه و به لطف آقای تالیس به دانشگاه آکسفورد میره تا آینده درخشانی برای خودش رقم بزنه. رابی که همیشه برای سیسیلیا نامه مینویسه، اشتباهی یک نامه از دستش در میره و به براینی خواهر سیسیلیا میده تا اونو به دستش برسونه. رابی که نه تنها چشم سیسیلیا رو به خودش جلب کرده، بلکه مورد علاقه براینی خواهر سیسیلیا هم هست. اما توی روز تابستونی سرنوشت این سه نفر برای همیشه و به طرز دردناکی تغییر میکنه. لطفاً حواستون به دروغایی که میگید باشه، چون شاید دو تا عاشق واسه همیشه از هم جدا